لذت‌هایی که دنیا، شوق ذوق‌هایی که کیف و صفاهایی که دنیا برای ما داده است، نفس ما به خوش نفس ما می‌باید. برای اینکه این لذت‌ها، کیف و صفاها ما را از فکر آخرت دور نکند، هر دائم مرگ را در پیش نظر خود، در ذهن خود باید مانیم، از خاطر نبراریم. یکم فکر ما مرگ باشد. بعد از مردن، در حالت مردن چه خیل میمورم یا که بعد مردن چه کار میکنم. انسانی که این طور فکر میکند به دزدی دست نمیزند، به زنا دست نمیزند، به نامحرم چه خیلی که نفسش طلب میکند، چه خیلی که شیطان وسوسه میکند نگاه کرده نمیتواند. وقتهای خود را به چیزهای باطل، به چیزهای بازی، به چیزهایی که نه فایده دارد و ضررش زیادتر است، به اون چیزها مشغول نمیکند. انسانی که این طور فکر کرده باشد، مسلمانی که صاحب الوقت، قیمت وقت خود را داند، زمان خودش را داند، مکان خودش را داند، در کدام حالت چه کار کند باید، اینها را اگر داند انسان، هر یک دقیقه و ثانیه های خود را به معیار شریعت تنظیم میدهد.